جو بایدن پرزیدنت امریکا روز 8 می به اسرائیل هشدار داد که اگر حمله را به رفح ادامه دهد انتقال سلاح را به این کشور قطع می‌کنند. رفح در نزدیکی مرز با مصر جایگیر است و پناهگاه آخرین فلسطینیان غزه. جو بایدن در این صحبت اعتراف کرده است که اسرائیل در پاسخ به حمله مرگبار گروه تندرو حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا در غزه مردم آسایشته را هدف گرفته است. تا کنون نزدیک به 35,000 نفر در نوار غزه کشته شدند. اکثرا زنان و کودکان هستند. لحن تند بایدن نشان می‌دهد که میان امریکا و اسرائیل کشور همپیمانش در خاورمیانه اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع امریکا گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش را هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل بر رفح نامیدند. اگر شما در جنگ مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان خیلی زیاد می شود. امریکا از حامیان بزرگترین اسرائیل است. جو بایدن گفته است که امریکا به دادن اسلحه برای گنبد آهنین که اسرائیل را از حمله موشکی دفاع می‌کند دوام می‌دهد. امریکا حمله را به رفح اشتباه می‌خواند و می‌گوید اسرائیل را برای این کارش کمک نمی‌کند. خود بایدن هم در سالی که باید در انتخابات شرکت کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشار روزافزون است. اسرائیل هنوز به حرفهای پرزیدنت امریکا پاسخ نداده است، ولی مقامدارانش میگویند به رفح حمله میکنند چون آنجا جنگجویان گروه تندرو حماس پنهان شدند. در رفح که در مرز مصر جایگیر است، زیاده از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. امریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر کشته خواهند شد.